آخوند رافضی و تحریف معانی قرآن کریم. و از جمله دعاهایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کرده واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اون لسان صدقی که قراره در امت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم باشه، او را هم از نسل من قرار بده. اینجا خداوند متعال از باب امتنان به حضرت ابراهیم علیه السلام این را ذکر کرده و وهبنا لهم من رحمتنا، ما از رحمت خود به ابراهیم عطا کردیم. و جعلنا لهم لسان صدق، و ما از برای اونها قرار دادیم زبان صدق را. کی را زبان صدق قرار دادیم؟ علی، امیر المؤمنین صلوات الله علیه را لسان صدق قرار دادیم. شما اسم گرامیشان را در قرآن کریم میخواستید، اسم گرامیشان در قرآن کریم آمده. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، ما زبان راستی را برای اونها بلند کردیم. دیگر این خلاف فصاحته، این خلاف بلاغته، این خلاف اولا ظاهر قرآن، چون صریح قرآن میگوید که امیر المؤمنین علیه السلام لسان صدق برای انبیا، لسان صدق برای انبیا، که یعنی وقتی که انبیا علیهم السلام باید علم کسب بکنن، فیض کسب بکنن، از کی یاد بگیرن؟ اون که استاد انبیا هست، امیر المؤمنین صلوات الله علیه. بینندگان گرامی، همواره علمای شیعه به هنگام این پرسش که چرا نام علی در قرآن نیامده است، راه گریز را در پیش میگیرند. اما میبینیم که چگونه این آخوند رافضی برای توجیه این مسئله کلمه علیا در فرمایش الله متعال و جعلنا لهم لسان صدق علیا را به امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب ارتباط میدهد، حالانکه آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی از مراجع بزرگ شیعه در تفسیر خود موسوم به تبیین القرآن میگوید و جعلنا لهم لسان صدق علیا ثناء حسنا رفیعا. در حقیقت منظور از این آیه چنین است، یعنی ما نزد مردم برای آنها نام نیک و آوازه‌ای بلند بر جای گذاشتیم. ابراهیم علیه السلام نیز این درخواست را از الله متعال کرده است. در سوره شعرا می‌فرماید واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یعنی نام نیک و آوازه‌ای بلند از من در امتهای پس از من قرار ده. و در شأن رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سوره انشراح آمده است ما برای نام تو منزلت والایی قرار دادیم. تمامی این آیات در یک راستا بوده و معنی همدیگر را به صورت بسیار آشکار بیان می کند. پرسش ما از این عالم نما این است که چگونه علی استاد همه انبیا بوده در صورتی که تمام انبیا قبل از او به وجود آمده از دنیا رفتند؟ با چه عقل و منطقی میتوان علی را استاد تمام پیامبران دانست؟ و چگونه است که در قرآن بارها از پیامبران و علم و رسالت آنها یاد شده و هیچ نامی طبق گفته الله یاری از استاد آنها در میان نیست؟ قضاوت با شما بینندگان باشد. اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست. عجب مردم خدا شاهده که حاضر هستین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تهمت ببندین، جایگاه خود آتش جهنم بسازین، غضب خدا را بر خود شعله‌ور بسازید، جهنمی خودتون بسازید،